آدمایی که با سختی بزرگ میشن خیلی پرقدرت میشن. خیلی پرقدرت میشن. این سختی یعنی چی؟ از بچگی با سختی وقتی بخوای بزرگ بشی خیلی پرقدرت میشی. خلاها نابودت نمیکنه. دیگران دلتو میشکنن دیگه اذیت نمیشی. دیگه عادت کردی. قلبت به این گزینه ها عادت کرده. شاید دلگیر بشی ولی دیگه به اندازه قبل ناراحت نمیشی. من یک آدمی بودم که همیشه برام مهم بودش که دیگران راجبم چه فکری میکنن. سعی کردم دیگران رو راضی نگه دارم چندین سال قبل. سعی کردم هیچ وقت از من دلخور نشن. خودت اذیت میشدی؟ خودم اذیت میشدم. میدیدم که من هر کاری که انجام میدم ته تهش یک چیزی هست. ته تهش یک حرفی هست. سعی کردم دیگه خودم باشم. آدمایی که منو دوست دارن اگر منو اینطوری بپذیرن چقدر خوب. اگر نپذیرن که خب من تمام تلاشمو کردم و بدی در حقشون نکردم.